در آثارخانه ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه تحت عنوان تربیه وطندوستی شهروندان عامل متحدی ملت همایش برگزار شد. در این باره روز 1 مارس آژانس اطلاعاتی خاور خبر داد. اشتراکچیان همایش دایر به ماهیت قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیه وطنپروری شهروندان تبادل افکار نمودند. وطنپروری این پرینسیپی اخلاقی و سیاسی و حسی اجتماعی بوده، مضمون اصلیش مهر و محبت و صداقت به وطن و آماده بودن انسان به بالا گذاشتن منفعت‌های دولتی از منفعت‌های شخصی خود می باشد. زیرا وطنپروری مناسبت حسی نسبت به وطن بوده، در خدمت کردن و محافظت نمودن آن افاده می یابد. گفته می شود در اظهارات. همایش با ابتکار آثارخانه ملی، کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری، اتفاق جوانان تاجیکستان و فدراسیون اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان دایر کرده شد. خرج خود را در نزد وطن دولت یادآور می‌شویم که 24 دکبر سال 2022 رئیس جمهور امامعلی رحمان فرمانی درباره تربیه وطنپروری شهروندان را امضا کرد که پس از آن در تمام ساحه‌های جامعه معرکه تبلیغ قانونی مذکور با اشتراک کمیته کار با زنان، کمیته عاید به کارهای دین، کمیته جوانان، حکومت‌های ناحیه‌ها، نمایندگان شهرها، آموزگاران و روحانیان آغاز گردید. از منبرهای مساجد امام خطیبان در خطبه جمعه تنها درباره وطندوستی حرف می‌زدند. ضمن اجرای وظیفه‌های خدمتی قابل ذکر است که تشبثکاری قبول قانون درباره تربیه وطنپروری شهروندان رستم امامعلی رئیس پایتخت، رئیس مجلس ملی و همزمان پسر پرزیدنت رحمان میباشد. ناظران قید میکنند که این اقدام یک کوشش نوبتی رژیم برای متحد ساختن مردم در اطراف حکومتی موجود است که به گمان است مثل همایش‌های قبلی به نتیجه های انتظار شده آوردن نمیرساند. نگو ناموس داشتن آماده کار، جوانان را تربیه کردن آماده کار است.